صبر کن. چطور ممکن تو بدن یک مرده بعد از 500 سال هنوز خون پیدا بشه؟ سال 1552 جسد یک اشرافزاده دانمارکی به نام کریستیان دوم را دفن کردند. همه فکر می‌کردند مثل هر جسد دیگر از بین رفته باشد، اما چند صد سال بعد وقتی آرامگاهش را باز کردند چیزی دیدند که دانشمندان را شگفت‌زده کرد. بدنش به شکل عجیبی سالم مانده بود و داخل رگ‌هایش ماده شبیه خون دیده می‌شد. حالا اینجا یک پرسش دارم. شما اگه آنجا بودید در تابوت را باز می‌کردی یا فرار؟ تو کامنت بنویس. راز ماجرا چه بود؟ تابوت در شرایط ویژه‌ای قرار داشت. دمای پایین، رطوبت کم و بسته بودن محیط باعث شده بود روند پوسیدگی بسیار کند شود. اما عجیب‌ترین بخش هنوز مونده. وقتی پژوهشگران نمونه‌ها را بررسی کردند فهمیدند آن چیزی که شبیه خون به نظر می‌رسید بخشی از مایعات بدن بود که بعد از 5 قرن هنوز کامل خشک نشده بود. یعنی وقتی بیشتر آدم‌ها حتی استخوان‌هایشان هم از بین می‌رود، در بدن این مرد هنوز رد مایعی زیستی پیدا می‌شد. 5 قرن گذشته بود، اما بدنش هنوز داشت با دانشمندان حرف می‌زد. این فقط یکی از عجیب پرونده‌های تاریخ بود. اگه دوست داری رازهای باور نکردنی بیشتری بدونی، پرونده بعدی منتظرت.